برخیز نجات یافتیم. رفتم. اگر حجت‌های خانه نمک حالا هم در دست عرفان باشد او را آرام نمیگذارند. درست، او را به حالش نمیگذارند. قماندان بیاید رفته اون حجت‌ها را گیریم. امک جان، همدردی مرا قبول کنید. جایش جنت شود. دوستان زنده باشند. امک جان، حجت‌های خانه‌تان حال هم در دست عرفان است. من نمیدانم که آنها در کجایند. نشانه قمارخانه را که پسرتان بازی میکرد میدانید؟ به خدا که نمیدانم. فهما. حجت‌هایتان را گرفته میارم، خواطر نشوید. خدا جزای همه‌شان را دهد. اینقدر زاری و تولا کردم گوش نکردند. خدا به شما صبر دهد. آن پلیدی در باغاش بوده شاید داند قماندان. ما با تو کار داریم. گذر ایستا. بیا استاد توران، در پایان همه را آماده کن، من او را گرفته میارم. تو میتوانی روی؟ خوب خانم پرکرار. داریا؟ یاوز؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم که همراه با خوردن خوراک نصفی روزی رویم. بیا بهتره شام خوری میرویم، من حاضر کار زیاد دارم. چی کار داری؟ چرخ عوض میکنی؟ با تو پسند نیست؟ چرا چونین میگویی؟ فکر داشتم که کارت آنقدر فوری نیست. تو کاری مرا مهم نشماریده پس میزنی. استغفرالله، این طور نگوی. من به همه کارها احترام دارم ولی گرسنه‌ام. علاوه بر این یک چیز رو به تو اقرار شدن میخوام، این مهم است. بیا دیر نکنی، من میز فرمودم. خب بعدش با ماشین تو میرویم. راننده‌ام رو جواب دادم، دخترش بیمار است. این ماشین ویران است، مشکل دارد. چند لحظه پیش تو از نزد من گذشتی، ماشینت سوز بود. علاوه بر این تو استایی، اگر مشکلش رو تعمیر میکنی. خب میرویم. کمک لازم است؟ نه تشکر.